شام بخیر. نام من ادیتیان. من آخرین کورس انجینری میخوانم. نگاه نکرده با اون که من هندویست هستم، من بارها درباره این سوال در اسلام فکر میکردم که میخواهم بپرسم و بهترین راه دادن این سوال به دکتر ذاکر نایک است. شما در سخنرانی خود ابراز داشتید که قرآن 1400 سال پیش نازل شده است و گفتید این آخرین وحی از همه بیشتر وحی درستی است که از جانب الله نازل شده است. اللهی که همه چیز را میداند چرا از ابتدای آفرینش انسان بهترین وحی را به پیامبر اول نفرستاد؟ چرا الله وحی خود را اینقدر طولانی فرستاد؟ و سوال دوم مربوط به اول است. آدم علیه السلام 1000 سال در روی زمین زندگی کرده است. همینطور آدمانی که 14,000 پیش زندگی کرده بودند، چرا الله مهربان آنها را از قرآن محروم کرد؟ معلوماتی که 1400 سال پیش به ما داده بود. رحمت برای گوش کردن سوال. برادر ما دو سوال خیلی خوب کردند که گفتند چرا الله قرآن را با اولین آدم نفرستاد، یعنی آدم علیه السلام. و سوال دومشون این است که آدمانی که 1400 سال پیش زندگی کرده بودند با آنها قرآن نازل نشده بود، احوال آنها چه خواهد شد؟ مثال عادی فکر کنیم که پسر خرده‌ام با من میگوید پدر میخواهم من دکتر شوم، پس چرا مرا به باغچه میفرستی و بعد مکتب صنف 1 2 و بعد دانشگاه؟ اگر میخواهید من دکتر شوم پس چرا مرا فوراً به کالج طبی نمیفرستید؟ و شما نباید زود حرف او را گیرید، او را به فاکولته طب گذارید و پیش از همه او را باید به این وظیفه آماده کنیم. او را به باغچه فرستید، بعد به مکتب، بعد از مکتب به دانشگاه. وقتی او تعلیم ضروری میگیرد او با یک مکتب عالی داخل می شود یا کالج طبی و الله متعال علم غیب را می داند. همه چیز در قرآن است. Отправить в детский сад, затем в школу, а после школы в университет. Когда он получит необходимую подготовку, он поступит в медицинский колледж. Также и Всевышний Аллах, ведающий о сокровенном, знает каждую вещь и знает наилучшим образом природу человека. И в Коране, в суре Гром, аят 38, он сказал: никто из посланников... در سوره رعد آیت 38 هیچ پیغمبر و نشانه‌ای که جز به حکم خدا نشانه بیارد برای هر یک قضای موقت نامه هست. یعنی یگان پیامبر حکم خود را نمیارد به جز حکم الله. 4 کتاب در قرآن ذکر شده است: تورات، زبور، انجیل و قرآن. اما به جز اینها پیام‌های زیادی که برای مردم نخستین وحی قرآن نازل نشده است. خدای متعال میدانست که اگر قرآن در زمان آدم علیه السلام نازل میشد، خداوند متعال میدانست که انسان او را نمیفهمد. حتی انجیل پیش از قرآن نازل شده است. ما میدانیم انجیل را عوض کردند، اما میتواند بعضی آیات‌های انجیل سخن الله باشد. در انجیل یوحنا باب 16 آیات 12 تا 14 حضرت عیسی میگوید: چرخ جهان با او بسیار چیزها را میگوید که من باید به شما بگویم، اما شما نمیتوانید درک کنید. وقتی که او میآید وی شما را به تمام حقیقت راهنمایی میکند. وی از پیش خود گپ نمیزند، چیزی را میشنود همان را میگوید و آینده را به شما خبر میدهد. وی مرا تصدیق میکند چون که از من میگیرد و اعلان میکند. الله میدانست در آن زمان همه چیز را درست فهمیدن برای آدمان دشوار است و با او خبر داد چون پیامبر آخران بیاید همه چیز را به تو نیز اعلان میکند. الله متعال میداند کدام نمود انسانیت بهتر است. از همین لحاظ نازل کردن قرآن 1400 سال پیش موافق بوده است. سوال 2: احوال مردمی که پیش از قرآن زندگی کردند چی می شود؟ من به تو میگویم وقتی پسرم به صنف 1 می رود با او از طب سوال نمی دهند. برای مکتب میانه سوالهای میانه، برای صنفهای بالایی سوالهای بالایی. در دانشگاه نیز همین خیل. پیام الله در تمام کتابهای مقدس بزرگ است. از اولین کتاب تا قرآن این همان پیام: توحید، دعوت به ایمان به خدا یکتا و پرستش او بدون شریک. و همه پیامبران آدم علیه السلام، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد صلی الله علیه و سلم برای دعوت به یک خدای یکتا و یگانه آمده بودند. و در روز آخر این کنفرانس امیدوارم که جواب سوالات را داده باشم.